به نام خدا. اه، با درود و خسته نباشید خدمت همکاران. مبحثی که داریم از دید اینترنیست و از دید متخصص داخلی و ریه داریم به قضیه نگاه میکنیم یکم. چون معمولا مشاوره هایی که با ما میدن، مثلا مریض میخواد CABG بشه، مریض میخواد هیسترکتومی بشه، مریض میخواد کلیسیستکتومی بشه، میگن که از لحاظ ریوی مریضای کرونیک لانگ دیزیز چیکار کنن که عوارضشون کمتر بشه. دو سه تا مشاوره داریم اینجا با هم حل میکنیم. خب یه آقای 62 ساله که کرونری آرتری دیزیز داره، تریوسل دیزیز، قراره که CABG بشه. سابقه دیابت قندی، فشار خون، هایپرتنشن داشته، سیگار میکشه، 60 پکیر، داروهای آسپرین، آترونون، الالاپرین، متفورمین، آتورواستاتین استفاده میکنه، هوشیار، دیسترس نداره، سهم ریش ویز در قواعد داره. علائم حیاتیش هم فشار 16 رو 9 و تاکیکارد نیست، تاکیپنه نیست، تب نداره، سچورشنش هم روم ای 93%. جهت اوکی عمل مشاوره میشه. معمولا از ما سوال میپرسن. برای اوکی عمل چه سوالات دیگر میپرسیم و در معاینش چه مواردی بیشتر اهمیت داره، ریسک عوارض ریوی بعد از عمل چقدره و چه توصیه هایی به پزشک و تیم درمانی میکنیم. اگه اجازه بدین یه چند ثانیه یکم فکر کنیم راجبش. جوابا رو نه تو ذهنتون. من فکر میکردم فلوها هم میان ولی هیچکی نیومده. خب این مبحثی که با هم داریم میخوایم راجع به این مباحث صحبت کنیم. بس پست اپراتیو پولمونری کامپلیکیشن ها چی هست؟ پروسیجر ریلیتد ریسک فاکتورها و پیشنت ریلیتد ریسک فاکتورها تو مواردی که میخواد عمل جراحی انجام بشه چی هست؟ آیا لازم هست که چست ایکس ری یا اسپیرومتری قبل از عمل بگیریم؟ ریسک پست اپراتیو پولمونری کامپلیکیشن چجوری حساب میشه؟ چه استراتژیایی برای اینکه اون کامپلیکیشن رو کمتر کنیم؟ منیجمنت داروهایی که مریض میگیره قبل از عملش چجوری باشه؟ اگه خواست لانگ رزکشن کنه باید چی کار کنیم که فکر کنم یه تداخل داره با مبحث سخنرانی بعدی. و یه قسمت کوتاهی هم راجع به مسافرت‌های هوایی. CABG قرار بشیم. بله بله. آره تو شهر حالش به چه نکاتی باید توجه کنیم میخواد CABG بشه. پست اپراتیو پولمونری کامپلیکیشن ها چی است؟ مهمترینش آتلکتازی و عفونت ها، حالا چه نومونی چه برونکایتیس ها، رسپیراتوری فیلر، طولانی مدت توی ICU بمونه و تحت مکانیکال ونتیلیشن، اگزاسربیشن کرونیک لانگ دیزیز قبلیش، برونکو اسپاز، پرفیوژن و نوتراکس. حدود 7% تمام جراحی ها دچار پست اپراتیو پولمونری کامپلیکیشن میشن. معمولا هم مهمترین عاملش آسپیریشن، به خصوص میکرو آسپیریشن و آتلکتازی و کاهش حجم ریه است. به خاطر وجود لوله تراشه معمولا حرکت سیلیه های تنفسی مشکل میشه و ریسک عفونت ها توشون بیشتر میشه. خود همین لوله تراشه باعث افزایش ریسک نومونیا میشه. از طرف دیگه وقتی که به مریض مخدر میزنن به خاطر کاهش دردش، رفلکس سرفش کمتر میشه، احتمال آتلکتازیش بیشتر میشه. تو حالت عادی وقتی که دیافراگم حالت گنبدی شکل خودشو داره، وقتی که دراز میکشیم حدود 10% وایتال کپاسیتیمون کم میشه، FRCمون کم میشه. وقتی که به محض اینی که اینداکشن دارو بیهوشی رو میدن حدود 20% یعنی 10% دیگهش کم میشه. وقتی که شل کننده عضلانی میدن باز FRC ما کمتر میشه و به خصوص اگه پوزیشنال بدن، یعنی ترندرنبرگش کنن، به خصوص مثلا موقع زایمانی یا موارد دیگه،
FRC ما حتی تا 50% هم کاهش پیدا میکنه. وایتال کپاسیتی ما دیدن تا حدود 30% کم میشه. بیشترش هم به خاطر دیافراگماتیک دیسفانکشن و اینی که مریض درد داره نمیتونه نفس بکشه و گاهی وقتا ممکنه حتی اسپلیتینگ هم داشته باشن. اون خود وجود داروهای بیهوشی و مخدری که میزنن باعث ساپرس مرکز تنفس میشه، ریسک آپنه رو بیشتر میکنه. وقتی که آپنه میشه تایدال والیوم کم میشه، هایپوونتیلاسیون داریم و هایپرکاپنیا. این پست اپراتیو پولمونری کامپلیکیشن ها چقدر شایعه؟ حدود 2 تا 12% تمام جراحی های غیر توراسیک دچار این عوارض میشن، ولی جراحی های توراسیک تا 38% موارد ما پست اپراتیو پولمونری کامپلیکیشن داریم. این هاسپیتال مورتالیتی 17 تا 38% و تا 6 برابر احتمال اینی که مریض بعد اینکه ترخیص بشه دیگه کارش به خونه نرسه، مجبور بشه بفرستنش اسکیل نرد دیسابیلیتی کیرینگ ها. حدود نزدیک به 1% تمام هزینه مدیکر صرف پنومونی های پست اپراتیو میشه. این چه ریسک فاکتورهایی ارتباط داره با این عوارض ریوی بعد از عمل جراحی؟ 2 دسته است. یه دستش پروسیجرال ریلیتد، یه دستش پیشنت ریلیتد. پروسیجرال ریلیتد بیشتر مربوط به این هستش که سایت جراحی کجاست. اگه هر چی برش جراحی نزدیک دیافراگم باشه ریسک عوارض ریوی بیشتره. جراحیایی مثلا آمپیما، مثلا آبسه کبدی، یا مثلا از همه بدتر مثلا ازوفاژکتومی، بالا و پایین دیافراگم کلا باز میشه، ریسک عوارض خیلی میره بالا. اگه عمل جراحی اورژانس باشه ریسک عوارض ریوی بعد از عمل بیشتره. اگه عمل طولانی باشه بیشتر از 3 ساعت باشه باز ریسک میره بالا و جنرال آنستزیا هم ریسک رو بالا میبره. توی دسته پیشنت ریلیتد ریسک فاکتورهای عوارض ریوی بعد از عمل چندین تا ریسک فاکتور بررسی کردن. اولیش سنه. دیدن که به نسبت اونایی که سنشون زیر 50 ساله، افراد هر دهه‌ای که بالای 50 سال میرن ریسک عوارض ریوی بعد از عملشون میره بالاتر و این برخلاف عوارض قلبی بعد از عمل جراحیه. تو عوارض قلبی یا همون RCRI سن جزء اندکسا نیست و تقریبا تأثیر روی عوارض قلبی بعد از عمل نداره، ولی تو عوارض ریوی هر 10 سال تقریبا آدریشیومون 1 تا 1.5 برابر بیشتر میشه. مریضایی که COPD دارن میخوان برن مثلا پروستاتکتومی کنن، میخوان برن کولسیستکتومی کنن، میخوان برن لاپاروسکوپی کنن، ریسک عوارضشون نسبت به اونایی که COPD ندارن بیشتره. احتمال نومونیشون بیشتره، احتمال ری-اینتوبیشنشون بیشتره، احتمال این که نتونن از ونتیلاتور جداشون کنن بیشتره. با این حال حتی اگه FEV1مون کمتر از 1 لیتر باشه و زیر 50% یعنی سیویر COPD داشته باشن، ما امکان اینی که مثلا اون جراحی غیر توراسیکش رو منع کنیم نداریم. حالا برخلاف مشکلات قلبی، چون مثلا خیلی وقتا مثلا مشاوره میدن، مریض رفته بود که مثلا فتق عمل کنه، رفته اوکی قلب بگیره، دیدن مثلا ایسکمیک هارت دیزیزه، رفتن آنژیوگرافی کردن دیدن تریوسل دیزیزه، رفتن مثلا گفتن برو CABG کن، اومده CABG کنه تازه بعد بره فتقش رو عمل کنه. بارها پیش اومده که مثلا کورونی آرتری دیزیز، حتی مثلا اونایی که شناخته شده نبوده، رو تخت اتاق عمل به محض اینکه مثلا حالا یه داروی بیهوشی القای بیهوشی میشه، هنوز جراح کارش رو شروع نکرده، یه لحظه فشار مریض مثلا تا 6 میاد، یه تریوسل دیزیزی که یه تنگی سیگنیفیکانت داشته باعث امای میشه و هنوز مثلا جراح کارش شروع نکرده، هنوز بیهوشی، مریض دچار ویتک میشه و میره. به خاطر همین مشاوره های قلبی میتونه و به کرات باعث کنسل شدن عمل جراحی بشه چون ریسک مرتلیتش بیشتره. ولی تو ریه ما معمولا به خاطر مشکلات ریوی مزمن عملهای غیر توراسیک رو کنسل نمی کنیم. اگه آسم ول کنترل باشه تاثیر روی عوارض ریوی بعد از عمل نداره. سیگار کشیدن ریسک عوارض ریوی رو زیاد میکنه، ریسک عفونت رو زیاد میکنه، ریسک کامپلیکیشن رو زیاد میکنه، به خصوص اگه بیشتر از 20 پکیر باشه. توصیه میشه که از سون از پاسیبل سیگار قطع شه. اگه 8 هفته یا حداقل 4 هفته قبل از عمل باشه این اپتیمومه. قبلا میگفتن که اگه 8 هفته مونده به جراحی قطع نکرد دیگه
زیاد اصرار نکنیم، چون با قطع سیگار ممکنه که فعالیت موشک‌ها بیشتر بشه، بعد سر عمل مثلا مریض دچار افزایش خلط و اینا بشه. ولی الان دیگه اونجور نیست. شما هر لحظه که بتونی سیگار رو قطع کنی، مریض سود بیشتری میبره، احتمال ابستیننس و ترک مداومش هم بیشتر میشه. مورد دیگه ای که با افزایش عوارض ریوی بعد از عمل ارتباط داره، وضعیت سلامتی کلی فرده. دو تا اندکس مهم داریم، کارنوفسکی و زوبرو، که هر دو رو بیشتر البته اونکولوژیست‌ها استفاده میکنن که ببینن آیا مثلا این مریض اگه مثلا کارنوفسکیش خیلی پایین باشه یا زوبرو یا ECOGش خیلی پایین باشه، خیلی بالا باشه، عملا امکان سلف کیر نداره و عملا تو تصمیم گیری در مورد شروع درمان سنگینی شیمی درمانی شاید تجدید نظر کنه. کارنوفسکی حالا اون لب مرز، خط مرزیش کارنوفسکی 70 یا زوبرود 0.1 که مریض حتی اگه علامت داشته باشه ولی قادر به فعالیت و سلف کیر داشته باشه، یعنی کارهای خودش بتونه بکنه. اگه زوبرود 2 باشه، کارنوفسکی زیر 70 باشه، معمولا واسه کارهای روزمرهش نیاز به کمک کسای دیگه ای دارن. تو این جور موارد ریسک عوارض بیشتره. همکارای محترم متخصص بیهوشی اندکس ASA دارن، ASA میگین شما یا ASA میگین؟ ASA میگین. امریکن سوسایتی آف انستزیولوژی 1 2 3 4 5 6 داره. هایپرتنشن ول کنترل و استیبل آسم و دیابت کنترل شده ASA 2 ریسک عوارض بالا نیست، ولی به محض اینکه ASA 3 میره بالا، آنژین دارین، COPD دارین، ریسک عوارض کلی بعد از عمل بالا میره. توی چاقی FRC مون کم میشه، انقدر کم میشه که حتی از کلوزینگ والیوم اونم کمتر میشه، یعنی مریض به وضوح دچار آتلکتازی میشه. این دو تا گرافی قفسه سینه‌ای که اینجا میبینید تقریبا قفسه سینه ها یه اندازه است، ولی اون مورد دست راستیتون انقدر که فتپت داره اطراف قفسه سینه بالا و پایین و از تو دیافراگم و شکم، عملا حجم ریه انقدر قابل باز شدن، اکسپند شدن و تهویه نیست. مورد دیگه اسلیپ آپناس، ابسترکتیو اسلیپ آپنا. چشم. توی اسلیپ آپنا یه اندکس بسیار خوبیه واسه اینکه بفهمیم که طرف اسلیپ آپنا داره و شدتش چقدره. اندکس استاپ بنگ، اسنورینگ، تایردنس، ابزرو آپنه، فشار خون بالا، بی ام آی بالا، ایج بالای 50، دور گردن بالای 40 و جندر مرد. 8 تا آیتم هستن که اگه از این 8 تا 3 تاشو داشته باشه ریسک OSA داشتنش بالاست و هرچی که این اعداد بیشتر باشه ریسک سیویر OSAش هم بالاست. خب حالا جلوتر میگیم اگر ریسک مریض اسلیپ آپنا داشت مثلا چیکار کنیم که عوارض ریوی بعد از عملش کمتر بشه. پولمونری هایپرتنشن ریسک بالا میبره، عفونت‌های تنفسی تو اطفال به خصوص ریسک بالا میبرن، وضعیت سلامتی کلی آلبومین پایین، کراتین بالا، ریسک بالا میره. حالا این چند سال گذشته اومدن از این فاکتورهایی که گفتیم یه اندکسایی رو درست کردن واسه ارزیابی عوارض بعد از عمل. اولیشو اسپانیایی درست کردن، Assessing Respiratory Risk in Surgical، کاتالونیا، که حالا مخففش میشه همون اریسکت. سن و پری‌اپراتیو سچوریشن، رسپیراتوری اینفکشن تو ماه گذشته، آنمی، هموگلوبین زیر 10، سرجیکال اینسیژن کجاست، اینتراتوراسیک یا آپر ابدومنه یا اصلا پریفراله که اصلا نمره نداره، دیوریشن جراحی 2 ساعت 2 تا 3 ساعت و بیشتر از 3 ساعت و اگه عمل جراحی اورژانس باشه نماشه عدد میگیره، اگه عدد اریسکتمون زیر 26 باشه ریسک عوارضمون لوه، 26 تا 44 مودریت و بیشتر از 44 های ریسک. آقای آرزولا یه اپیدمیولوژیست پاکستانی بود که تو آمریکا سال 2000 اندکسی رو واسه رسپیراتوری فیلر در آورد، تقریبا شبیه همون اندکس اریسکته. حالا آنوریسم آورت شکمی و COPD و اینا هم توی این اومده، منتها این پست اپراتیو کامپلیکیشن ها نیست، مال رسپیراتوری فیلر. اندکس های دیگه مثل گوپتا اینا هستن که کلکولیتور دارن. حالا آیا هر مریضی که خواست بره عمل کنه آیا نیاز هستش که چست ایکس ری بگیره؟ دیدن نه. اگه مریض علامتی نداشته باشه معمولا تو چست ایکس ری چیزی پیدا نمی‌کنیم، ولی اگه مریض علامت داره حدود مثلا 22% ممکنه که ابنورمالیتی تو چستش
پس در نتیجه معاینه و شرح حال مهمتره. شما اگه معاینه شرح حال داشتی یعنی احتمالاً چست ایکس‌ریش ابنورماله، تأثیری نداره. بیشتر این عمل جراحی غیر توراسیکه، ولی عمل جراحی توراسیک خب پلن ولی من که درصد گفته، حالا بعضی رفتنسان میگن درسته که اگر چستی میگم بعضی میگن خب ببین گفتین عکس نگیریم گرفتیم حالا دیگه اینو داره یا این هم داشته باشه بازم تو نتیجه عملش تأثیری نداره. سن رو دیگه میتونی پاسخ سری رو این که اگه هر عملی داشته باشه اندیکاسیون عمل و مشاور ریه نمیذاره. مثلا طرف میخواد پروستاتش رو عمل کنه، مثلا میخواد هیسترکتومی کنه دیگه، حالا اندیکاسیون عملش رو مثلا جراح زنان میذاره، جراح عمومی میذاره، یا پزشک اونکولوژیستش میذاره. از ما میخوان که آیا این مریض که داره میره عمل میکنه آیا عوارض بعد از عملش بالاست یا نیست، چیکار کنیم کم بشه. ما واسه عملهای غیر لوبکتومی نومونکتومی امکان اینی که بگیم این مریض کنسل بشه نشه نداره. هر سنی میخواد باشه، هر جایی میخواد باشه، هر سی او پی دیش هر درجه‌ای میخواد باشه، چستریکسش هر چی میخواد داشته باشه، به غیر از لوبکتومی نومونکتومی به خاطر مشکلات ریوی و سن و سال اینا کنسل نمیشه. گایدلاین امریکن کالج آف فیزیشن 2006 گفته که ریکامندیشن پنجمش گفته که نه چستریکسی نه اسپیرومتری should not be routinely. حالا اگه مریض unexplained دیسپنه داشت، خواستی مثلا اسپیرومتری بگیری ببینی سی او پی دی هست یا نیست، بگیر، ولی تأثیری روی عملش نداره. چه استراتژیایی انجام بدیم که این پست اپراتیو پولمونری کامپلیکیشن هامون کم بشه؟ یه سری استراتژی ها قبل از عمله، از قبل از عمل شروع میشه. اولیش همونی که سیگار رو ترک کنه as soon as possible. دومیش اینه که اگه آسم یا سی او پی دی داره اون منیجمنتش اپتیمایز شده باشه، مریض با فلر یا اگزاسربیشن آسم و سی او پی دی نره مثلا کیسه صفراش رو دراره. اگه اتک آسم یا اگزاسربیشن سی او پی دی هست اون برطرف شده باشه. اگه عملش غیر اورژانس یه 5 روزی بهش مهلت بدیم، استروید بهش بدیم که آسم و سی او پی دیش کنترل بشه، ولی باز هم عمل اورژانسش رو نمیتونیم کنسل کنیم. غیر اورژانس رو به تعویق میندازیم، کنسل نمیتونیم، به تعویق نه. آره نشه. به تعویق میفته، نه دیلی میشه، پستپون میشه. اگه خلط چرکی داره بهش آنتیبیوتیک میدیم و باز یه چند روزی عملش رو پستپون میکنیم. یه سری ورزش ها هست راجع به لانگ اکسپنشن، مثلا سرفه، دم عمیق، اینا رو از قبل از عمل بهش میگیم. یه سری توصیه ها اینترا اپراتیو، حالا باز فکر کنم بیشتر به درد همکار بیوشی بخوره، اینی که و جراح، اینی که تا اونجا اولیش اینی که تا اونجایی که میشه سعی کنید عمل جراحی یا هر پروسیجر رو زودتر تمام کنیم بره. هر چی که عمل طولانی تر میشه ریسک عوارض بیشتر میشه. حالا این فقط به جراح هم نیست، یعنی مثلا ما خودمون یه برونکوسکوپی که مثلا 10 دقیقه طول میکشه 45 دقیقه لفتش میدیم، یا مثلا یه ایواسی که مثلا نیم ساعت طول میکشه تو بعضی جاها مثلا 2.5 ساعت. هی خب این وسط هی مریض باید سدیشن بگیره، اینا هی طول میکشه و ریسک عوارض بیشتر میشه. اگه قراره تو اتاق عمل بهش تهویه مکانیکی بدیم، لانگ پروتکتیو مکانیکال ونتیلیشن 6 تا 8 سی سی تایدال والیوم با یه پیپ 5 تا 10 تا، بهتره که جنرال آنستزیا نشه تا اونجایی که میشه مثلا بی‌حسی نخاعی باشه. اگه مریض آسم سی او پی دی داره قبل از اینتوبیشنش 2 پاک سالبوتامول بگیره. تا اونجایی که میشه از شل کننده های عضلانی طولانی اثر، حالا سیساترا احتمالاً شورت اکتینگ، طولانی مدیومه، طولانی اثر مثل پانکرونیوم، تا اونجایی که میشه به جای پانکرونیوم استفاده نشه، کوتاه اثر استفاده بشه. سوانگانز هم که دیگه نمیذارن. یه سری استراتژی ها پست اپراتیوه. پست اپراتیو اینه که اگه مریض اسپیرومتری تشویقی بکنیم، بتونیم ورزش‌های تنفسی انجام بده، مثلا نفس بکشه 3 شماره 5 شماره،
5 شماره نگه داره، 10 شماره با لب قنچه شده فوت کنه. هرچی بیشتر این دیافراگمش حرکت کنه احتمال آتلکتازیش کمتر میشه. اگه درد داره به جای اینکه اوپیوید بدیم که سرفه‌شو بندازه، هوشیاریشو کم کنه، آپنه بهش بده، بهش اپیدورال آنالژزیا بدیم. اگه مریض آسم داره بهش انسیت ندیم واسه دردش، استامینوفن بدیم. تو اونایی که نمیتونن ورزش تنفسی انجام بدن، CPAP دیدن یکم کمک میکنه، هرچند که بالاخره عوارض داره، ممکنه که گاستریک دیستنشن بده یا مثلا رو صورتش نتونه تحمل کنه. انجی تیوب قبلا بعد از عملیه جراحی شکمی میذاشتن روتین، ولی الان دیگه نمیذارن. و VTE پروفیلاکسی، اینا استراتژی های بعد از عملیه. VTE پروفیلاکسی رو به کیا بدیم؟ اگه زیر 40 ساله و عمل جراحیش هم کوتاه، پروسیجرش مینوره، نیاز به VTE پروفیلاکسی نداره. ولی بالای 40 سال باید پروفیلاکسی VTE، DVT یا PTE بگیره. اگه هر کدوم از این ریس فاکتورها رو داره، کنسر داره، قبلا یه بار DVT داشته، چاق، هارت فیلر، فلجه و هایپرکورتی استیت، هم سر عمل جراحیاش باید پروفیلاکسی بگیره. اگه سن میره بالاتر ریسک VTEش بیشتر میشه، دیگه دوز نوکساپارینش میره بالاتر. و به خصوص تو اونایی که آرتروپلاستی هیپ و لگن دارن، شکستگی لگن دارن، ماژور تروما دارن، اسپاینال تروما دارن، ریسک VTE خیلی بالاست و اینها حتما باید پروفیلاکسی ترومبوامبولی رو دریافت کنن. از پری اپریشن شروع میشه و پست اپریشن. بله پست اپریشن. از پری اپریشن در فکرتون هست، مریض که عمل شد، عملش که تموم شد، شروع میکنیم. الان میرسیم. اجازه بدید. پری اپراتیو مدیکیشن ها، اگه مریض آسم و COPD و کلا داره اسپری استنشاق میکنه، اسپریاش قطع نمیشه. صبح که داره میره اتاق عمل اسپریشو میزنه میره، عصرم که برگشت اگه هوشیار شد اسپریشو میزنه، اگه هوشیار نبود نبولایزشو میذاره. مونتلوکاست هم میتونی همون صبح عمل بخوره، ولی تئوفیلین رو ترجیح میدن حالا اگه داره میخوره مثلا شب قبل از عملش قطع کنه. اگه مریض روی استروئید طولانی مدته، مثلا کرونیک HP داره یا چه میدونم آپا داره استروئید نیم میلی پر کیجی داره میگیره، اگه بیشتر از 20 میلی گرم برای 3 هفته گرفته، قبل از عمل جراحی باید استرس دوز بهش بدیم. 5 دقیقه دیگه وقت دارم من. 5 دقیقه آنلاین هستن و میخوام سر وقت سخنرانیشون رو برگزار کنم، هست خواهم اینجا دست بدم اگر که خب من یه دقیقه دیگه هم میگم و بعد دیگه کجا بودیم؟ استرس دوز کورتون، اگه ریواسکولاریزاسیون یا توتال عمل جراحیش استرسش متوسطه، باید قبل از عمل هیدروکورتیزونش رو بگیره. اگه مثلا ماژور سرجیکال استرس داره، باید 100 میلی گرم هیدروکورتیزون و 50 تا TDS تا یه روز بگیره. آنتیکواگولانش رو کی قطع کنیم؟ اگه هپارین میگیره 2 تا 4 ساعت قبل از عمل قطع میشه. انوکساپارین باشه دوز اون روزش رو نمیگیره. اگه دواک باشه بستگی داریم اینکه ریسک خون عملت، ریسک بلیدینگ عملت چقدره. اگه ریسک بلیدینگ عملت کمه، یه روز قبل قطع میکنی آپیکسوان ریواروکسابان رو، یه روز بعد از عمل شروع میکنی، نیاز به بریجینگ هم نداره. ولی اگه عملت های ریسک بلیدینگ، 2 روز قبل 2 روز بعده. عملای های ریسک بلیدینگ هم ایناست. موربید اوبیسیتی رو باید رمپ بدین یا ریورس ترندنبرگ. اسلیپ آپنه هم که باید استاپ بنک بگیرین. مشاوره اول باید که دنبال علائم سرماخوردگی، کمخونی، علائم تنفسی شبانه، اگه مریض COPD هست ببینی اصلا آسم COPDش کنترل هست یا نیست بگردی. ریسکش رو بر اساس اریسکت حساب میکنی و این استراتژی های پری اپراتیو و اینترا اپراتیو و پست اپراتیو بعد از عمل هم میدیم. دست شما دارم.